بسوط نویل کن یا قابلاب کن یا آهان و مندایی. امروز روز شنبه است در مندی ایهانا، مندی شهر سیدنی. ما هستیم با شاگردان محترم. امروز می‌خواهیم در مورد ده و ربا یا عید بزرگ برای شما صحبت بکنیم. من ترمیدا صحیح هستم. همه میدونید که ما امروز که شنبه است و روز یک شنبه انباطال داریم و بعد از اون روز دوشنبه وارد روز کنشوزهلی میشیم که ابتدای یا نهایت سال گذشته محسوب میشه. چنانچه خود بوته اینو میگه ده و ادن با ادشنی، یعنی کنشوزهلی ده و ادن با ادشنی، یعنی کنشوزهلی پایان سال گذشته است. به خاطر همین اسمشو گذاشتن عید پایان سال گذشته دهوا. اتکن شو زهلی ابهازن یوما کل ابنی ادهی صابن، میگه در این روز تمام مندائیان باید عمل مصبتا یا همون صباغه یا تعمید رو انجام بدن و اگر نتونستین یا در شهری بودین که اصلا اونجا امکاناتی برای عمل مصبتا نداشتید، میتونید تو خود خونه زیر دوش برید و 3 بار بوته تماشه بکنید و 3 بار بوته مصبتا رو بخونید. اوصابی بیته خون بمیا و خونه های خودتون رو با آب تعمید بدید یا مصبتا رو برای اونها انجام بدید. ورمون الکل آخلاهنون آفدن ابنورا و بمیا ادناهرا، یعنی شما یک کاسه آب رو میارید و کم کم رو تمام زوایای خونه و همه خونه همینجور میپاشید کم کم، به اضافه این که یه مقداری بخور میذارید داخل خود خونه. حالا چرا باید این کارو بکنیم؟ میگه کل هاش خواهد بیته خون کافشا، یعنی تمام امور بدی که یا مسائلی که تو اون خونه هست که مربوط به عالم ظلمته از این خونه میره و فرار میکنه، از بین میره. مناسبت دوم بعد از اون میاد 36 ساعت کرسش که این 36 ساعت 2 مناسبت داره. مناسبت اول انفجار بزرگه یا ده و اقداها ربا. این انفجار بزرگ که منظومه شمسی در اون به وجود اومد در همین 36 ساعت کرسا انجام شده. ده و اقداها ربا و من هازن اقداها اتت بصرانا، میگه انفجار عظیمی که تو هستی به وجود اومد و طبق نوشته های کتب مندایی این انفجار سومه که در قسمت تحتانی کون یا هستی به وجود اومد که نقصان در این انفجار سوم بود. چرا نقصان؟ چون این تنها کهکشانیه که روز و شب در اون موجوده، بصرانا لو تشلیما و کامل نبود. و آل ماده شوخ و هاوی، و از این انفجار عالم ظلمت به وجود اومد. و کل ملکی ادعال میده شوخا هنون صورتا و بصرانا، و تمام موجودات عالم ظلمت یا ملائکه عالم ظلمت با نقصان خلق شدن. هازن هو یوم اتقداها ربا، و این روز یا این 36 ساعت به نام روز انفجار بزرگ معروفه. مناسبت دوم که در الفطر سرشیاله هم اونو ذکر کرده خلقت بشره. یوما ادنو اروز ربا ادهو ریشا ادبنیانا، میگه روز عید بزرگ رأس بناس، رأس خلق بشریته بنیانا. من یوما اوشیثا ادهشبیون، در این روز و در این ساعت ادهشبیون المید در بارا اتیبل، اونجا تو عالم نور اندیشیدند که کسایی رو در این کره زمین ساکن بکنن. فقط تربا شربا دیلن و دیلون، به دستور عظیمی که از اونجا صادر شد از عالم نور توسط ربی قدمایی،
شربتا دیلن و دیلون، نسلی از ما و از اونها در زمین خلق بشه. حالا چرا میگن از ما؟ از ما یعنی قسمتی از عالم نور و قسمتی از عالم ظلمت هستش. قسمتی که از عالم نوره، چون انسان از 4 قسمت تشکیل میشه، 2 قسمت از عالم ظلمت و 2 قسمت از عالم نور. این 2 قسمت که از عالم ظلمت هستن خود جسم انسانه که به زمین برمیگرده و روحیه که تو جسم انسانه، و 2 قسمت دوم نشمتا و مانا هستش. به خاطر همین قسمتی از عالم نور و قسمتی از عالم ظلمت تو وجود ماست. بعد از این که جسم آدم و حوا و بقیه بشریت رو که 48 نفرن با آدم و حوا ساختن، ملکا ابطاهیل جسم روح رو وارد جسم آدم و حوا و خواهران و برادرانشون کرد، ولی دید جسم حرکت نمیکنه. این بوته تو گنزاربا هستش. به خاطر همین پیامی رو برای ملکا ابطاهیل فرستاد و بعد از رسیدن پیام ملکا ابطاهیل همون پیام رو برای بالاتر فرستاد و به دستور هی ربی قدمایی یا پروردگار ازلی، ملکا هیبلزیوا و ملکا انشوترا و ملکا شیتل نشمتا و مانای همراهش رو آوردند از عالم نور و وارد جسم آدم و حوا و خواهران و برادرانشون کردند و همه اونها یک دفعه زنده شدند یا حیات یافتند. روزی که ما از بعد از 36 ساعت از منزل خارج میشیم با عنوان روز اولین حیات بشریت هستش که از اون زمان 476,008 سال میگذره. ماریم زهرلخون امروز 13/7/2024 من ترمیداسای هستم.